دوستان خوبی من، متوجه باشید خوشبختی واقعی با دنیای مادی اطراف یگان ربطی ندارد. ساعت دستی چی 20 سومانی و یا چی 20,000 سومانی ارزش داشته باشد، وقت را یخیل نشان می‌دهد. خانه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم چی 10 متر باشد و یا چی 10 آشیانه باشد، تنهایی را هیچ وقت برطرف نمی‌کند. در هواپیما هم چی در نشست عادی و یا چی در نشستگاه عالی نشسته باشیم، وقتی هواپیما سکوت کرد همسان دیگران است. پس وقتی والدین، خواهر و برادر، دوست و رفیق داری و در کنارشان میتوانی حرف بزنی، بخندی و خود را خوشحال حس نمایی، این است خوشبختی واقعی. با همتون خوشبختی میخواهم. خدا نگهبان.